گزارشگری تو اتوبوس از یکی پرسید شما چرا با اتوبوس تردد میکنی؟ طرف گفت هوا رو آلوده نمیکنم، زودتر به کارم میرسم، تو ترافیک نیستم، دنبال جا برای پارک نمیگردم، از همه مهمتر ماشین ندارم، مجبورم. میفهمی؟ مجبور. ماشین نداری؟ عقل که داری. فقط مونده بود که بگی توجه توجه، مقام موضوع بدبخت بیچاره است. اگه به جای کنفرانس بین الملل ساندیسکو را برگزار میکنه، به خاطر این نیست که نمیفهمه یه مش مفخور دوزاری از مالکی تا اون شیخ شنبلینا به درد لای جرزم نمیخورن. مجبوره، هیچ کسی دیگه رو نداره، مجبوره. میفهمی؟ دکتر حالا که قضیه لو رفت سوالمو میکنم، کنفرانس وحدت اسلامی که برگزار کردیم نه به ساندیسکوهای بین المللیش کار دارم، نه به حرفای روحانی که آبروریزیش از خود کنفرانس بیشتر بود، نه به کل کنفرانس که فضاحتش عالمگیر شد. ولی بعدش که رفتن پیش مقام عضو دیگه چه زایه بازاری بود این؟ طرف بلند شد داد و بیداد کرد و همه چی خراب شد. بعضی میگن کار اون یکی جناح بود که روحانی رو خراب کنن، ولی از دست در رفت و کل نظام رو خراب کرد. بعضی هم میگن نه. نظر شما چیه آقای دکتر؟ بالاخره مهم اینه که جلسه رو خراب کرد، با این همه خرج خراب شد رو سر خودمون. حالا چه فرقی میکنه چقدر جزء برنامه بود، از کجاش از خط خارج شد تا گرفتی ما رو. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزا بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که تو مانوف بسیجی از هواپیما پرید، چترش باز نشد، گفت به به شانس آوردیم مانوره. روشن شد گمچه بزنم که با چتر بپری بیرون. منظورم اینه که چرا این افتضاح رو جلو مهمونا رو انداختن؟ دعوا رو بزنن تو محیط داخلی خودمون. دیدی گفتم تو گرفتی ما رو؟ نه دیدی یا نه؟ همچی میگی مهمون، انگار خودت هم باورت شده. اینا که همه خودی بودن که اومده بودن پول شیرنی هاشونه بگیرن، نفر غیر خودی که خیلی وقت دیگه نمیاد. بعدش هم کسی که مجلس خودمون رو نتونه جمع و جور بکنه، جلوی مهمونای خارجی جمع و جور میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه رفت کلاس زبان فرانسوی ثبت نام کنه. یارو گفت بیا این فرمو پر کن. پر که طرف نگاه کرد، گفت بهتر نیست از زبون فارسی شروع کنیم؟ روشن شد یه همچی بزنم که بری کلاس زبان ثبت نام کنی. آیه دکتر، حاجی روحانی اعلام کرد تورم به 1/3 ماهای گذشته رسیده، ولی خودش همین هفته پیش گفت که سیر سودی قیمتا ادامه داره. مطمئن این تورمی که میگه کم شده تورم اقتصادیه؟ نکنه با یه ورم دیگه اشتباه گرفته؟ آیه میشه تو این نمکات یه جای دیگه بریزی، رو زخم عظما نریزی؟ مشنگ بازی اون بس نیست، تا هم دوباره به رخ میکشی. اینا دست اندازای امید درمانیه که اینطوری پلقی میزنه بیرون. منظور بدی نداشتم آقای دکتر، واقعا فکر کردم اشتباه گرفته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که معلمه از مشنگه پرسید آب تو چند درجه میجوشه؟ مشنگه گفت 90 درجه. معلمه گفت غلطه، جواب 100 درجه است. مشنگه گفت آها، اون 90 درجه که گفتم مال مثلث قائم الزاویه است که یه زاویهش تو 90 درجه جوش میاد. روشن شد گمچه بزنن که از کمر قائم الزاویه تاشی. آقای دکتر خیلی روشن خوابش میکنی، حواستون باشه. آقای دکتر گفتین قائم الزاویه تا شدن از کمر، یاد ظریف افتادم و سفرش به ایتالیا برای گفتگو سر سازوکارهای اروپایی. کاری ندارم که حتی موگیرینی هم بهش وفا نکرد و خودش پاشد رفت یه سفر دیگه ای. کاری ندارم که با چه روی میره به اروپایی که دیپلمات همین ظریف با بمب تو دستشونه بگه به ما کمک کنین. ولی مگه قرار نبود غیر از برجام سر هیچ دیگه بحث نشه؟ پس این چه غلطیه که ظریف میکنه که میگه علاوه بر برجام در مورد مسائل منطقه هم گفتگو میکنیم؟ بدبختیای مقام عظمای بیچاره که یکی دوتا نیست آخه. اروپایی‌ها شرط گذاشتن که عظما باید با خفت و خاری از سوریه هم بره بیرون. من حتی زمزمه های توی نظام از عراقچی اینا شنیدم که اگه هیچ کس هم تو برجام نمونه خودمون بمونیم. آیه دکتر این یکی رو خواهش میکنم ریش گرو میذارم نذارین انجام بشه.
دست میگیرن برامونا، میخندن بهمونا. یعنی دیگه موگیرینی هم با همون عکس نمیگیره. پس این اعضای مجلس با چه امیدی صبح به صبح برن سر کار؟ اولا صبح نمیرن، لنگ زور میرن. ثانیا سر کار نمیرن، میرن اونجا میخوابن. ثالثا بذار تنها بمونیم، شاید دل کسی به رحم بیاد. البته شاید هم نیاد. مرحوم عوضی همیشه میفهموندن بذار بهادر عرض میکردن، بله میفهموندن طرف تنها نشسته بود تو رستوران داشت سیگار پک میزد. یکی اومد بهش گفت تنهایی؟ اینم یه دود حلقه ای داد بیرون و چشم و خمار کرد و گفت آره تنها بی فکر فردا، من مرد تنهای شبم. اونم برگشت گفت خفه بمیر عزگر، میخواستم صندلی اضافه رو ببرم واسه میز بغلی. آیه دکتر تو این وضعیت تحریم بیرون کشیدن این شرکت های اروپایی بدبختی دیگه برای مقام عظماست. بدبختی بزرگتر اینه که یکیش که میره راه 10 تا دیگر رو باز میکنه، اونا تندتر میرن. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بذار بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن یارو یه نیسان گوجه قاچاق آورد، گمرک دستگیرش کرد، مدیر گمرک بهش گفت واسه جریمه باید یه جعبه گوجه بخوری. یارو شروع کرد به خوردن گوجه و زار زدن که آخ بمیرم برات ممدلی، بدبخت شدی ممدلی، فکت پیاده است ممدلی. مدیر گمرک گفت ممدلی کیه؟ طرف گفت ممدلی داداشمه، با یه نیسان فلفل هندی قاچاق پشت سرم داره میاد. روشن شد یه همچی بذارم که بری دنبال قاچاق فلفل تون. آیه دکتر در پایان یک نکته امیدبخش دارم. آها باریکلا. شما میدونستید که چند ساعت پیش آمریکا در یک عقب نشینی آشکار در تماس تلفنی با ظریف گفته مسئله تحریم‌های آمریکا بالکل حل به یک شرط، اونم این که جنتی 3 بار پشت سر هم بگه FATF. نه نمیدونستم. منم نمیدونستم، همین الان از خودم در آوردم که ته برنامه با شادی بسته بشه. آدم 3 ساعت تو وایتکس شنا کنه گیر غیر استراتژیست یخ نیفته. یخ منم یا اون صحبتایی که تو میکنی و میزنی یه سابقه مقام عظما رو. واقعیت داره. من